کنن، خاک تو سر تک تک این ایرانی های سیلیکون ولی بکنن که با این همه پول و پست و مقام و موقعیت و نفوذ یک قدم شماها برای ایران بر نداشتید. یک قدم. 3 هفته است دارن بچه های ایران رو سلاخی میکنن، 3 هفته است تو خیابون های ایران، تو زندان ها، تو خونه های امنیتی جوی خون راه انداختن. شماها یک قدم برای ایران بر نداشتید. اون وقت میلیاردرهای آمریکایی مثل بیل اکمن و شان مکگوئر، جاش ولف، اونا باید بیان وقت بذارن توی توییتر از ایران و ایرانی دفاع بکنن. یعنی واقعا ریدم تو سر تک تک شماها، من ریدم تو سر تک تک شماها که نام ایران و اسامی ایرانی دارید ولی یک قدم واسه ایران ور نمیدارید. آقای دارا خسرو شاهی، اون از اون بابای پوفیوزت که زمان شورش 57 ویلای 7000 متری در اختیار خمینی گور به گور شده قرار داد، این از خودت که 6 ماه پیش موقعی که زمان جنگ 12 روزه اسرائیل با ایران بود رفتی مصاحبه کردی، برگشتی گفتی که آره ایران خیلی موقعیت خوبی برای سرمایه گذاریه، ایران اگه آزاد بشه شرکت من مثل اوبر و شرکت های دیگه آمریکایی we're gonna aggressively invest in Iran، ما به شدت تو ایران سرمایه گذاری میکنیم. ببین تو گوه میخوری بیای تو ایران سرمایه گذاری بکنی. تو اگه فکر کردی ما میذاریم امثال تو بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن، قرار نیست بچه های ایران برن جون بدن، تو یک قدم برای ایران بر نداری. بعد این لاشخور وایسادین همتون اون بالا که بعد بیاین تو ایران سرمایه